زن حجاب دارد ولی رویش کشاده برادر، مرد گناهگار می شود. دیگر همه جایش به جز رویش محکم است. سوال دادند. مسئله پوشیدن روی مسئله اختلافی هست. یعنی طایفه از علما میگن پوشیدن روی فرض است و بعضی علما میگن که نه، پوشیدن روی مستحب است. این فقط خاص برای زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. میگن واقعا برای زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم الله تعالی خطاب کرد که رویهایشان را بپوشند و طایفه از علما میگن که این خطاب به زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از این فقط حجاب نه، فقط درباره پوشیدن روی، یعنی که همه جای زن پوشیده است، فقط همین روش کشاده باشد. زنهای پیغمبر الله تعالی صراحتا امر کرد که شما رویهاتون را هم پوشید. و وقتی که به زنها خطاب کرد، به زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعضی‌ها گفتند که این خطاب عام است، اگرچه که مخاطب آنها قرار یافتند این همه زنهای مسلمان ها را در بر میگیرد. و بعضی علما گفتند خاص برای زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لیکن اگر زنی مسلمان پوشد این مستحب است. و طایفه از علما گفتند که زنهای جوان خوشرو اینا فرض است روشون پوشیدن. زنهایی که مثلا اینقدر زیبا نیستن و سین و سالاشون رفته است، برای آنها پوشیدن یعنی فرض نیست و مستحب است گفتن. یعنی این سه قولی علما هست. یعنی ببینید، یعنی پوشیدن البته بهتر است، لیکن مثلا گاه ها بعضی اهل علم اجتهاد میکنن که مثلا در یک کشوری باشه که به مردمش غریب باشد، برعکس نظری مردم به خود جلب میکنن. مقصد شریعت از پوشیدن حجاب و نقاب این است که مردها نبینن زنها را، چون که زنی کس است، مالی کس است. لیکن وقتی که نقاب میکند گشته مردم نظری زیاد میکنن. یعنی بعضی اهل علم سبکتر گرفته گفتن که در این خیلی کشورها میتوند کمتر یعنی پوشد، یعنی که از چشم خود رو نمایان نکن، یعنی به چشم نمایان نکن. در اروپا علل خصوص وقتی که نقاب میکنند دیگر همه مسلمان و غیر مسلمان نگاهشان به همون سمت میشود، یعنی که همه یک نقاب دارو نگاه میکنند. در اروپا همین گونه است.